چرا سر هجی کار کرد اینجا خم دمی تاریخ خم سلش هست دمو تاریخ خم جنوری است فوریه است تکست چرا اینو تبدیل نکردیم خاطر ما پیشتر گفتم که این فانکشن که از دیتا تایپ ایجاد میکنه چیز تغییر میکنه علی خو هر دیت که است در تیبل است دیتا تایپ در تیبل از چی است دیتا تایپ ضرورت نیست و او که او شما چی کرده بودید خاطر از خب میایم فانکشن دیگه که است این هم مربوط چی است این تو نمبر فانکشن کدوم فانکشن دا تو نمبر فانکشن این تو نمبر فانکشن به خاطر چی نیست که دیتا تایپ دیت یا تکست به نمبر تبدیل کنه هیچ امکان نداره خلاص هیچ امکان نداره که دیتا تایپ تکست یا دیت به چی تبدیل شود به نمبر هیچ تبدیل نمیشه خیلی چرا این فانکشن بار این فانکشن اگر شما دیده باشی در اکسیس فارم هم ما با شما کار کرده بودم ویل فانکشن بود VAL صحیح است چه فانکشن بود در فارم برای شما کار کرده بودم در فارم ستور کار کرده بودم تکست 1 بود صحیح است تکست 2 بود و تکست 3 بود در تکست 1 عدد 1000 بود در تکست 2 عدد 2000 بود میخواستیم در بین خود چی میکردیم جمع این بجای از اینکه اینجا 3000 نوشته کنن یک می آمد 1000 2000 یک می آمد چرا که بای دیفالت دیتا تایپ چی است تکست این تو نمبر فانکشن هم در فارم به این شکل استفاده میشه خاطر عزیز استفاده میشه حالا اینجا استفاده کنید سیده میتونه تکست باکس نست اینجا ما تکست باکس نداریم خاطر اگر شما را کار میکنید سلیکت کن سالری کام to underscore number counts salary counts from EMP یک گپ است something just چرا خیر روزه که داشته راجع انتر میکنم امونه دیگه هیچ فرق نمیه تنها دیتا تایپ ادی به چی تبدیل کرد خودی خود پیش از پیشم چی است بس اصلا این فانکشن داویده به فارم استفاده میشه خدا کنه که فهمیده باشه دیتا تایپ تبدیل میکنه مگر دیتا تایپ جونی وقتی که شما تیبل جور میکنی در جریان تیبل کدام دیتا تایپ میتی اما تبدیل نمیکنه این در رن تایم دیتا تایپ تبدیل میکنه چی تبدیل میکنه صحیح است رن تایم مثلا کار میکنه یک دیزاین است در اکسیم شاید بر شما گفته باشم دیزاینی معنی میشه که شما در تیبل دیتا تایپ میتی صحیح است و یک در رن تایم معنی وقتی که ضرورت بود برای ما در وقت باید تبدیل شود وقتی که چی شود ضرورت شود پوخ شوی کنه چی ضرورت نوی هیچ وقتی که ضرورت خب حالا میایم تو دیت و تو کاراکتر فانکشن یک جای باید کار شود صحیح است که هم یک فانکشن است this function is used to convert number to word چی معنی بود اینجا ما میایم با طور مثال نوشته میکنیم که اینجا نوشته کنیم که 10 x هم باید نوشته کنیم ده سپیلینگ صحیح است خب اینجا که است امی نمبر که کنورت میکنم این بسیار زیاد کد میکنه این فانکشن جور میشه چی میشه؟ جور میشه خب این فانکشن که است پیش از پیش کی جور کرد؟ کمپانی جور کرده برای که منگا کار نلرو مگر این هم محدود است یک عدد محدود چی میکنه؟ کنورت میکنه بطور بشه to underscore character cows to underscore date cows این یک عدد میتونم بطور مثال این عدد است کاما جاوا خب امی جاوا که مردم کار میکنن زیاد چی که داره این بخاطر از اینه که در جاوا پروگرامینگ جور میکنن جاوا که تمی دیتابیس ها بسیار چی است وقتی که وصل میکنی دمی بسیار کار صحیح است یعنی در اوریکل اکثر چیزا که است او در جاوا کوچ ده علی فانکشن که است این در جاوا کوچ صحیح است کاما میان JSP comes from dual از اینجا شروع
از اینجا تابعی این نام این فانکشن است. این چی است؟ فانکشن است. حالا اینجا ایکس هم نیست که شما بگویید که اینجا جی چرا آمده، جی اس پی چرا آمده. تنها باید فهمید که کد چی است؟ جاوا است. صحیح است؟ وقتی که را رن میکنم جی اس پی آنن خب یک منت اینجا باید قوس بسته شود. خب رایت فرن یک و دو، یک اینجا و یک اینجا. جی قوس 1200 121 این چی است؟ او چی کده؟ کانورت کده بس بیل کانورت کده. حالا اینجا این عدد کیا است؟ این عدد چی کده؟ کانورت کده. مگر ما که عدد ټیبل کانورت میکنیم به طور مثال سالری، اینجا باز نام چی میتم؟ نام کالم میتم که عدد کانورت نکو، نام از کالم هم سالری چی کو؟ کانورت این فانکشن است. عدد شروع از اینجا شروع تا به اینجا. صحیح است؟ چرا؟ به خاطر که این چی که است؟ این خب فانکشن از او است، این خب از او میفهم. مثل که همین شیر نیست، بعضی وقت شیر شما میبینی ایران میشه که چی قسم شیر میشه کرده، اصلا مطلبش اون میفهمه یو چی دمی شیر جای بجای کرده. صحیح است؟ خود چی که ما فکر میکنم که از تو کاراکتر خوی ماناس که شیر دیتا تا کش کردن و تو دیتی ماناس که دمی کاراکتر ای هم آمده سلش ای در دیت استفاده میشه. ای به خاطر چی است؟ و ای هم عدد، ای عدد شما میای اینجا تبدیل میکنم پارامتر میکنم اند انٹر ویلیو. صحیح است؟ کنترل انٹر اینجا ویلیو بیتی انٹر میکنم 1,212,000 that is that. خب ما میایم بجای از اینجا چی میتم؟ سالری اصلا خواهمون گا پاسی خواهد دل خود ما چی میتم؟ select e-name comma job comma salary comma to underscore character cows to underscore date cows chi salary comma JSP from پیشتر از دول بود آلی از MP چون که سالری خود تیبل چی است؟ MP است. این اتومات 800 1600 1250 خب این چی هسته؟ این چی هسته؟ میخوام که کت ازی USD single quotation چرا single quotation چی کرده؟ این lateral string است. lateral string این معنی که هیچ کت تیبل ارتباط نداره. میخوام که همون تو یک فیزیکال شکل داشته باشه دیسپلی شو. کت ازی جوین شو space باز جوین شو انتر شو. این چی است؟ $8000 این چی است؟ در آخر اگر شما دیده باشید در بعض جاها space only چکار تاسو انتر کې پر تاسو ته وایي 1600 only دا only ورسره سره جوړ کی ای د هر بیل امی چی می باشه باید باشه. چرا این به خاطر ولی دا سپلینگ بناره اوگا نو خوب یو شی پر کې را پکمو فکر نه کوم او نو دې ډېر کاپی ډېر صاحب کتاب غوړي ښا او دا د شدل کا مثال دا پی ډی اف ته چې موږ غواړو کنه یو فایل جیب خاطر شو کې دغه کې پی ډی اف ته غواړو دا یو جن بل یو شو کړو چې اوس ما راځي په پاتې کې ورته دی چې 15 بجې دا سیوان او زره سات څنګه یو بل ما کې راځي 10 بجې دا راکنه خطاب څه برباد څه کوم دسته ختم کې تیار شوی کنه و خپل ماته یو هغه کمپنی ولا ډیټابیس ورته کار کوي چې ما ته راکاو چې راکاو بانک چې کنه $60,000
نو هغه ویل کله خود اوس پلاس ولته کمپیوټري هغه نه کنه په دې دینه په دې مثال ولیکي چې 600 الته په ولیکه په دې باندې $6000 دی نو په دې خاطر چې الته شي په اضافه نه کی اما وختونه ته اضافه کوي دا کوم څه اختار چې کوم څه وایي خبرې کوم مثلا نه خو اوس راځو to number function او to character function یو دی استفاده کوي چې دا هغه په کې راشي سمبول اول اینجا ما ببینم که این سمبول خب ببینم که این سمبول در آفیس آمده یا نه آمده اگر در آفیس آمده باشه باز در اوریکل هم نیه اگر در آفیس آمده باشه باز نمیه خب چرا بیشتر نامد باید بیایم خب خیر اینجا خود سیب شده من که ریستارتش کنم که پر کار چی میشه کار میشه خب